راز همیشه پشت پرده سکوت پنهان است. فقط گوش‌هایی میشنوند که زبان دل رو میفهمند. هر رازی قدرتی در خودش داره، قدرتی که اگر به درستی فهمیده شود زندگی رو دگرگون میکنه. مثال، وقتی میخوای ارتباطی رو جذب کنی، اطمینان حاصل کن که افکار تو، کلام تو، اعمال تو و محیطی که درش قرار داری با خواسته های تو در تضاد نباشن. از سر عشق و احترام با خودت رفتار کن تا افرادی که به تو عشق و احترام نشون میدن به سمت خودت جذب کنی. وقتی نسبت به خودت حس بدی داشته باشی، در عشق رو به روی خودت مسدود میکنی. در عوض افراد بیشتر و موقعیت هایی که حال تو رو بدتر میکنن به سمت خودت جذب میکنی. برای بازدهی یک ارتباط حواست رو روی مواردی متمرکز کن که میتونی بابت اونها از مردم قدردانی کنی، نه اینکه گله و شکایت کنی. وقتی حواست روی نکات مثبت باشه، مقدار بیشتری از اون رو به دست میاری. حواست رو متوجه نکات مثبت خودت کن تا قانون جذب موارد معرکه دیگری رو در مورد خودت به تو نشون بده. آنچه زندگی رو خاص میکنه دانستن همه چیز نیست، بلکه فهمیدن رازهایی است که دیگران نادیده میگیرن. و بزرگترین رازها ساده ترین حقیقت ها هستند، اما فقط ذهن آرام توان دیدن اونها رو داره. اگر دوست دارید بیشتر درباره راز جهان هستی بشنوید، حتما کامنت بذارید تا ویدیوهای بعدی براتون آماده کنم.